آلن دوباتن معتقده که وقتی یک انسان به مرحله‌ای از پختگی میرسه، یاد میگیره که خودش رو به خاطر اشتباهات گذشتش ببخشه و دیدش رو نسبت به درد و رنج‌ها تغییر بده و به مشکلات خودش نچسبه و بدونه که یک انسان در هر دوره‌ای از زندگیش ممکنه مرتکب خطاها و اشتباهات بعضن ساده‌ای بشه که حتی خودش هم انتظارشون رو نداره. اما وقتی که به این واقعیت پی ببره که نقاط قوت و ضعف در تمام آدم‌ها وجود داره و اینها اجزای جدایی ناپذیر در زندگی هر کسی هستن، حالا علاوه بر پذیرش بهتر خودش به درک بهتری از دیگران هم میرسه و نتیجتاً میتونه دیگران و تفاوت‌هاشون رو هم بهتر بپذیره و در مقابل نقد اونها واکنش معقول‌تری نشون بده و پذیرای نظرات متفاوتشون باشه. بنابراین اگه ما این مسیر و سفر بلوغ رو درست طی کنیم، علاوه بر آرامش بیشتر خودمون، میتونیم روابط سالمتری رو هم تجربه کنیم.